ارور E81 در پکیج ایران رادیاتور یا چشمک زدن چراغ 40 70 80 تو مدل آنالوگ. دوستان این ارور که میاد مربوط به قطع کردن این ترموستات حده. این ترموستات حد موقعی که آب تو این لوله رفت از مبدل به دمای بالا میرسه، این ترموستات قطع میکنه. حالا چرا این لوله به دمای بالا میرسه؟ میتونه خرابی برد، خرابی پمپ باشه ایراد، میتونه رسوب داشتن این مبدل اصلی یا مبدل صفحه‌ای باشه، میتونه خرابی شیر سراحه یا کیت تعمیر باشه، میتونه کثیف بودن صافی یا رادیاتور باشه تو مدار گرمایش. اینو یه بار ریست میکنیم. اگه راه نیفتاد خود ترموستات حد ایراده. همینجور که اینو واسه تست قطعش کردم. ریستش میکنیم.